سلام دوستان عزیز، تو این جلسه میخوایم در مورد سبک‌های طراحی یا دیزاین ترندها صحبت بکنیم. این سبک‌ها از سال 1995 زمانی که تقریبا وب شروع به کار کرد روی بورس اومد و همین جوری تا به الان آپدیت شده. سال 1995 تقریبا تا سال 2000 اولین نسل صفحات وب اومد که به قولی صفحات HTML بودن که دیزاین خاصی نداشتن، فقط یه سری کدهای ساده زده میشد، یه سری محتوا توی صفحه قرار میگرفت. خیلی دیزاین‌های داغونی نسبت به الان داشتن، ولی اون زمان فقط صرفا این بود که یه سری محتوا رو به کاربر نشون بده و واقعا اولین نسلی بود که وب شروع به کار کرد. توی سال 2003 تا 2010 اولین نسل صفحاتی که شروع به دیزاین کردن اومد که بهشون میگفتن وب 2. وب 2 تقریبا اولین نسلی بود که شروع کرد به کاربرا یاد دادن که چجوری از وبسایت استفاده کنن. تو این نسل سایه های زیاد، دکمه های بزرگ و برجسته و براق خیلی مد بود، باکس ها، عکس های بزرگ و میشه گفت اولین نسلی بود که دیزاین شکل گرفت و وب تازه جون خودشو گرفت. بعد بین سالهای 2010 تا 2012 یکی از سبک‌های خیلی معروف وارد وب شد که بیشتر توی موبایل استفاده میشد. هدف از طراحی این سبک ایجاد فضای سه‌بعدی اطراف توی فضای مجازی بود. سعی میشد از سایه‌ها و نور و رنگ‌ها در دنیای واقعی استفاده بشه. این سبک رو بهش میگفتن اسکیومورفیسم. اسکیومورفیسم رو اول اپل تو iOS 7 استفاده کرد که قطعاً کسایی که قدیم آیفون داشتن و یادشون بیاد، که باعث شد طرفدارای خیلی خیلی زیادی پیدا بکنه و اسکیومورفیسم اون زمان خیلی معروف شد. اگر به این عکس‌ها دقت بکنید، مثلا اومده سبک کتابخونه رو پیاده کرده و دنیای واقعی رو وارد دنیای دیجیتال کرده. از دکمه هایی که توی دنیای واقعی استفاده میشد یا پیچ هایی که روی رادیوها یا ابزارهای الکترونیکی بود استفاده شده. اسکیومورفیسم تقریبا نقطه مقابل طراحی فلت بود که حالا میریم ببینیم که طراحی فلت چیه. طراحی فلت سال 2012 وارد عرصه دیجیتال شد و این سبک و مایکروسافت توی ویندوز 8 ازش استفاده کرد که اون زمان بهش میگفتن مترو دیزاین. توی این سبک از طراحی رنگ‌های خیلی سالید، یعنی تک رنگ استفاده میشد. باکس ها اکثرا به صورت لبه های تیز بودن و هیچ ردیوسی نداشت لبه هاشون. از آیکون های 3D استفاده نمی شد. آیکون ها هم مثل همین سبک فلت بودن و مینیمالیسم یا ساده‌گرایی اون زمان تازه خودشو توی دنیای دیجیتال نشون داد. این اولین سبکی بود که مایکروسافت به طور رسمی اون رو معرفی کرد. به این سبک مترو دیزاین میگفتن که زمانی که اومد غیر از خود مایکروسافت خیلی از وبسایت ها از این سبک استفاده میکردن. اینطور بود که توی صفحه اصلیشون مثل همین تصویر از این باکس ها استفاده میشد و بخش‌های مختلف وبسایتشون رو عکس میذاشتن یا با نوشته معرفی میکردن. اسکرول ها مثل همین سبک به صورت افقی بود، یعنی از بالا به پایین نبود، از چپ به راست بود و اون زمان محبوبیت بسیار زیادی داشت. بعد از اون سالها بعد مایکروسافت سبک طراحی جدید خودش رو به اسم فلوئنت دیزاین ارائه کرد. این سبکی که الان مایکروسافت روی پروداکت های خودش ازش استفاده میکنه دارای هایرارکی خیلی خوبی بود. اینطور بود که از بالا می اومد، یه نویگیشن کلی داشت و بعد وارد سایت بار بغل می شد و با انتخاب هر کدوم از این قسمت ها کانتنت سمت راست نمایش داده می شد که یه سری اکشن ها هم بالای این کانتنت قرار داشت. شما میتونید این سبک از دیزاین رو روی پروداکت های مایکروسافت مثل واندرایو یا آوتلوک یا یک سری از نرم افزارهایی که روی ویندوز نصب میشن ببینید و ازشون الگو بگیرید. خب حالا با یه سری از سبک های دیزاین که الان توی وب و موبایل داره استفاده میشه آشنا میشیم که شما میتونید این سبک ها رو ازشون الگو بگیرید و توی دیزایناتون ازش استفاده کنید. این سبکی که میبینید نقاشی های انیمیشنی یا انیمیتد ایلستریشن ها هستن که جایگاه خیلی مخصوصا توی موبایل دارن و شما میتونید با طراحی این انیمیشن ها توی موبایل از اونها استفاده کنید.
خیلی کمک زیادی میکنن، مخصوصا توی صفحاتی که آنبوردینگ هستن و شما میخواین اون پروداکت یا محصولتون رو به کاربر معرفی بکنید، مخصوصا صفحه های اول یه اپلیکیشن که قبل از اینکه وارد اون بشین کاربر میخواد ببینه که دقیقا محصول شما چیه، چی کار میکنه و مزیت هایی که نسبت به رقباتون دارین چیه. اینم یه نمونه دیگه از نقاشی های انیمیشنی که میتونید با اون پروداکتتون رو معرفی بکنید. یکی از سبک‌های طراحی که الان خیلی ازشون استفاده میشه میکرو اینتراکشن ها هستن. میکرو اینتراکشن ها باعث میشن که کاربر درک خوبی از اون اکشنی که داره انجام میده داشته باشه. به طور مثال همینجوری که تو این تصویر میبینید منوی همبرگری که بعد از اینکه روش میزنید به یه زبدر تبدیل میشه. این اینتراکشن کوچیک به ما نشون میده که زمانی که منوی همبرگری رو باز میکنیم برای بستن اون میتونیم روی همون بزنیم که یه شکل زبدری داره و به راحتی بسته میشه. در صورتی که اگر اون زبدر نباشه و همون منوی همبرگری باشه کاربر دقیقا نمیدونه چطور میتونه اون منو رو ببنده. نمونه دیگه از میکرو اینتراکشن ها که توی تصویر میبینید با کلیک کردن روی هر کدوم از آیتم های یه نویگیشن یا باری که پایین یک اپ قرار گرفته خیلی راحت میتونه چشم ما رو دنبال اون دایره بکشه و دقیقا متوجه بشیم الان روی کدوم بخش قرار داریم. این هم یه نمونه دیگه از میکرو اینتراکشن هاست که زمانی که ما داریم یه اینپوت باکس رو پر میکنیم مثل پسورد با اون باکس های ریز یا افکتی که روی خود اینپوت باکس اتفاق میفته به ما نشون میده که الان دقیقا کاری که دارید میکنید چه وضعیتی داره و اینکه ما بدون اینکه فکر کنیم روش میتونیم درک کنیم که الان وضعیت چیه و داره چه اتفاقی میفته. گرافیک های سه‌بعدی یا 3D گرافیک ها ترندهای جذابی هستند که الان توی موبایل مخصوصا از اونها استفاده میشه. توی وب خیلی سخت پیاده کردن اینا به خاطر اینکه رندر کردن اینا توی یه صفحه وب خیلی فشار میاره و باعث میشه که پرفورمنس خوبی نداشته باشه صفحمون. ولی توی موبایل از اینجور سبک دیزاین ها استفاده میشه و جذابیت خاص خودشو داره. این هم یه نمونه دیگه از گرافیک های سه‌بعدی که حالا جدا از اینکه گرافیک سه‌بعدیه یک مدل دیگه از سبکای دیزاین ما هست که به راحتی میتونید ببینید که توی این اپ یا دیزاینی که شده دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. چون داره حالت 3D این اتفاق میفته خیلی حس خوبی داره و کاربر میتونه با دنیای واقعیش اونو سینک بکنه. این هم یه نمونه دیگه از گرافیک سه‌بعدیه که اینجا به صورت تصویر انیمیشنی نداریمش، ولی اگر شما توی این لینکی که این پایین هست برید یه تصویر سه‌بعدی از هدفونای اپل موجوده که زمانی که صفحه رو اسکرول میکنین اجزای این هدفون دونه دونه جدا میشن و بیرون میان و شما میتونید خیلی راحت محتویات توی اون رو ببینید. یه مدل دیگه از ترندهایی که الان وجود داره ویرچوال ریالیتی یا واقعیت مجازیه که خب تازه وارد دنیای دیجیتال شده. عینک هایی که به صورت واقعیت مجازی میان یه سری چیزها رو نمایش میدن، ولی خب توی وب این موضوع خیلی نوعه و کمتر ازش استفاده میشه. توی موبایل نسبتا بیشتر شده، ولی چیزیه که تازه وارد دنیای دیجیتال شده که ما بتونیم توی اپ ها یا وب از اون استفاده بکنیم. نمونه دیگه از این دیزاین ترندا واقعیت افزوده یا آگمنتد ریالیتیه که الان خیلی دیزاین های مختلفی از این توی دریبل یا سایت هایی که دیزاینرها دیزاین هاشون رو توی اون قرار میدن وجود داره
که میاد با دوربین یک سری موارد رو وارد دنیای واقعیمون میکنه، مثل عکس سمت چپ که میبینید یه قطار رو نشون میده و واسه رسیدن به اون مسیر رو میکشه که ما اونو دنبال بکنیم. یه نمونه دیگه از همین دیزاین که تقریبا یک مدت پیش خودم اینو طراحی کردم، یه اپ واقعیت افزوده است که میاد خونه شما رو کنترل میکنه، IoT و شما میتونید دستگاه‌های خونه‌تون رو توی اون اپ بکنید. زمانی که دوربین گوشی شما میچرخه، هر کدوم از دستگاه‌هایی که توی دیوایس شما اد شده باشن روی صفحه پین میشن و شما میتونید روی اون بزنید و آن و آفشون بکنید که این کاملا کانسپت هستش. یه نمونه دیگه از این اپ ها رو با هم میبینیم که میاد اول فضای خونه رو کاملا دیتکت میکنه، بعد میاد دمای خونه رو دیتکت میکنه، بر اساس اون دما گلدون رو انتخاب میکنه و شما اونو توی خونه‌تون میذارید و میبینید که به چه شکلی هست و اگر دلتون خواست یا خوشتون اومد اونو انتخاب میکنید و خریداریش میکنید. یه سبک دیگه ای که الان خیلی بورس شده و توی دیزاین ها مخصوصا ازش استفاده میشه نیومورفیسم هست که نسل جدید اسکیومورفیسم هست که قدیم استفاده میشد. عین دیزاینی که قدیم بود، اشکال و سایه ها و برجستگی هایی که گذشته وجود داشت وارد این سبک شده، با این تفاوت که یک سری چیزهای واقعی مثل کتابخونه یا اشکالی که توی دنیای واقعی وجود دارن حذف شده و فقط دیزاین ها و شکل هایی که به صورت مجازی وجود دارن رو اومده با دنیای واقعیمون سینک کرده، مثل این نمونه هایی که میبینید یا دکمه هایی که واقعی نیستن ولی اومده سبک اونها رو شبیه دنیای واقعیمون کرده. الان از این سبک دیزاین خیلی استفاده میشه ولی خب بیشتر به شکل کانسپت یا اپایی که حالا خیلی کاربرد خاصی ندارن، یعنی کاربرا خیلی با اونها درگیری خاصی ندارن. این هم یه نمونه دیگه از موزیک پلیر توی این سبک هست، میبینید که اومده سایه‌ای که توی دنیای واقعی از نور روی یک جسمی میفته الهام گرفته، از فشار دادن یه دکمه که داخل میره و سایه‌ای که به سمت تو میفته الهام گرفته و خیلی موارد دیگه. این هم یه نمونه دیگه از نیومورفیسم هست. یکی از جذاب ترین دیزاین ترندهایی که الان وجود داره اسیمتریکال لیاوت هست یا به قولی بهشون صفحه بندی های نامتقارن میگن. معمولا توی این دیزاین ها باکس ها یا صفحه بندی ها یا سکشن هایی که وجود دارن به صورت کاملا نوک‌تیز و در کنار هم قرار میگیرن. باکس ها معمولا اندازه هم نیستند و با هم دیگه تقارن ندارن. میتونید توی این عکس سمت چپ نمونهش رو ببینید که این دیزاین ترند خیلی ترند جذابیه و من به شخص خودم ازش خیلی استفاده میکنم. نمونه‌هایی که میبینید این باکس به طور مثال اومده روی یه باکس دیگه، تقارن وجود نداره، یا نمونه دیگهش این باکسه که اومده روی این یا این باکسی که کنار این قرار گرفته. خیلی قاعده و اصول کلی نداره، فقط باید شما این سبک دیزاین رو زیاد ببینید و حتی خودتون میتونید یه سری خلاقیت ها توش داشته باشید. این هم یه نمونه دیگه از این سبک هست که یه عکس بزرگه و اومده یه سری باکس ها رو کنار هم قرار داده و کانتنت رو کنارش گذاشته. این هم یه دیزاینی بود که چند سال پیش زمانی که این سبک تازه ترند شده بود خودم طراحی کردم و اون زمان خیلی جذابیت زیادی داشت. الان هم هنوز جذابیت خودش رو حفظ کرده و شما میتونید توی دیزاین ببینید. یکی از دیزاین ترندهایی که خیلی توی وب مخصوصا میتونید ببینید تایپوگرافی های خیلی بزرگه، تایپوگرافی هایی که هم بزرگن هم بولدن.
از ضخامت زیادی برخوردارن که می‌بینید یه عنوان یا یه اسمی رو خیلی بزرگ توی صفحه نشون میدن. نمونه دیگه از این ترندها استفاده کردن از گرادینت های بسیار نرمه. تو گذشته رنگ ها به صورت خیلی شارپ و خیلی تند و تیز کنار هم دیگه قرار می گرفتن که ساخت گرادینت هاشون هم معمولا گرادینت های جذابی درست نمی کرد. ولی الان گرادینت هایی که می بینید مثل همین تصویر از یک رنگ هایی که خیلی شارپ و تند و تیز نیستن و خیلی نرمن استفاده شده، یا اینکه مردگی یک مقدار توی این رنگ ها بیشتره. میبینید که بنفشی که خیلی تند و تیز باشه اومده یک مقدار رنگ مرده یا توسی بهش اضافه شده و اومده به یه رنگ آبی ختم شده. اینو میتونید توی این گرادینت ها ببینید. نمونه دیگه از این ترندا نقاشی های دستی یا هندراون ایلستریشن ها. درسته که خیلی از ایلستریشن های دیگه ای که میبینید توی وب یا موبایل اونها هم با دست کشیده شدن، ولی این سبکیه که قشنگ مشخصه که انگار یه نفر با یه مداد یا خودکاری اومده اینا رو نقاشی کرده و سبک خاص خودشونو دارن. اینها الان توی وب و موبایل خیلی ازشون استفاده میشه و طرفدار خیلی زیادی داره. یکی دیگه از مهمترین ترندهایی که الان توی وب ازش استفاده میشه استفاده از فضاهای خالیه. همونجور که توی جلسه اسپیسینگ در موردش صحبت کردیم، فضای خالی نقش خیلی مهمی توی دیزاین ما داره. مثل عکس سمت چپ که میبینید فضای خالی بسیار زیاده و فوکس روی محتوا یا دیزاینی که قرار گرفته، که حالا میتونه ایلستریشن باشه یا تایپوگرافی بزرگ باشه یا هر چیزی که بتونیم توی اولین نگاه اونو به کاربر نشون بدیم. امیدوارم که این جلسه واسهتون مفید واقع شده باشه. توی جلسه بعدی میبینمتون.